برای این تلاش خواهد کرد و برای رفتن با مرحله دیگری گروهی که اون را میتوان مرحله مقدماتی که در گروه ای در کشور ما در تاجیکستان دوم میگردد چیز رو و در مورد همین مسابقه همه چیز را برای شما معین کند. با شما میدیم این هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش از گزارش میگردد این رقابت و این مرحله مقدماتی لیگ قهرمان‌های غالب گروه با مرحله گروهی لیگ چمپیون ها روی خود را هموار خواهد کرد. خب این معلومات کوتاه و معلومات اساسی که شما باید درباره این مسابقه بدانید. حالا نوبت اینجا پرتاب به داخل جریمه گل، ضربه به طرف دروازه ما و تو به دروازه وارد می شود. ناقدر خوب در خط دفاع هنرنمایی کردیم. دسته کشور ایران به پیش برآمد. خب بیاید متوجه شویم یک وضعیت عادی استانداردی بود و اینجا یگان حالت نبازی ضربه اجرا می شود و توبرای پرتاب به داخل جریمه گل امکانیت و پس به خطی حمله امکانیت است برای ما. میتوانیم حمله را درست تر ادامه داد و اگر ضربه بهتر اجرا کرده میشد. دسته ایوادی از میان جورونگ سنگاپور رو 4-0 شکست داد. دسته TSL اینجا یک توپ دیگر به دروازه ما وارد میگردد. حساب 2-0 برای چی دروازه‌بان ما در زمین خوابیده است. بعد از همین رسیش وضعیت استانداردی ارسال به داخل جریمه گاه ضربه به طرف دروازه ما اجرا می شود. تو برآورده شد. زهرا سربالی به کنار و اینجا دروازه‌بان نتوانست خروج بده. ضربه اجرا می شود و دروازه‌بان این ضربه را برطرف کرد. ضربه خیلی وضعیت خوب استانداردی پرتاب به داخل جریمه گل و اینجا باید توپ رو به دروازه وارد کنیم. دوبار چی اشاره میکنه؟ توپ مگر در داخل دروازه نبود. بیاید ما متوجه شویم به همین حالت. توپ به دروازه وارد نشد اما به نظرم به دست رسید. به دروازه وارد شدن از احتمال دور است اما به دست رسیدن اینجا احتمال خیلی بزرگ داشت. ضربه به طرف دروازه ما و اینجا دروازه‌بان 9-2 حساب ضربه های کنجی و از همین ضربه کنجی توپ سیوم و دروازه ما وارد میگردد. حساب رقابت 3-0 بینندگان عزیز. 0 پیش صف نباشد. پس بخی برسال به داخل جریمه گاه اینجا ضربه زده نشود ولی خیلی فرصت نوبتی برای ضربه زن میجن بازیگران ایران و این فرصت رو پیدا میکنن ولی دفاعگران ما این وضعیت رو برطرف کردن توانستند. اینجا ضربه به طرف دروازه ما اجرا میشود و ایشاتو سیمسون این وضعیت رو برطرف کرد ولی حمله دسته بان خطون ادامه خواهد کرد. پس برخیب ضربه و توپ اینجا به حمله گذشت ولی خیلی زود باز توپ از دست میرود. 1-1 اینجا پرتاب به کنار ارسال به داخل جریمه گاه ما. اینجا 1-1 حتی دروازه خالی میماند. ضربه به طرف دروازه ما و این حالت برطرف کرده شد. پس نوبتی به داخل جریمه گاه ما ضربه اجرا می شود و اینجا شمی نوبتی پرتاب به داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر به طرف دروازه ما و این نوبت هم ایشاتو سیمسون دسته ما با دسته اتحاد از کشور اردن به میدان رقابت وارد خواهد شد و بعد از آن روز 23 آگوست با دسته النصر بازی خواهیم داشت. این رقابت به انجام رسد با حساب 3-0 دسته بام خاتون از کشور ایران پیروزی به دست میارد